اینک برنامه قندتزن دوام دارد در باغ کمال خوجندی. من با یکی از بانوهای همین سیرگشت کروسه بودم که همینجا وا خوردم و میخواستم با شما شناسم. نام شما چی؟ موزنه خان. امروز اینو شرط همین بازی ما با روزی شدم و میخواستم قندتزن را با دهانی ما بله همینجا مخلصا و بچه ها نشستن. البته من میخوام با شما گفتین که مازن جان شما برنامه سلام تیوی تماشا میکنید. البته برنامه قندتزن را هم میدونید نباشد؟ شما میدونید که این چه خیلی شرط ها هستن. امروز شرط ما با شما مازن جان شما خانه با پخت و پز به چخه؟ نازمی؟ یکون چیزی خام هم خورده میستید می؟ مثلا پیازی خام چی؟ پیازی خام هم میخورید نباشد؟ شما با آسان من شما با پیازی خام میتیم و شما همون پیازی خام میخورید البته. لیکن اگر شما غالب برید من شما با مکافات پولی میدیم و از همکاری ما молочная радость یک تحفه با میدیم. سلامت باشید. روزی می؟ نباشد؟ موزنه خان من با شما اگر شما پیاز رو خورید من با شما 5 سومونی میدیم. خود 5 سومون؟ کمی؟ معلش 5 و نیم. 20 گویی؟ 20 گویم؟ معلش موزن جان 20 سومون. روزی روزی هستید. نباشد من این پیازی خامی ما موزنه جان و البته من دقیقه میدهم همین مابینی 2 دقیقه بعد شما همین پیاز تازه کرده البته یا پوستش که خورده میگیریم؟ نه تازه میکنیم. البته ما پیاز تازه کرده بعد میخوریم. نباشد؟ تیار میشیم ما؟ رفتیم. خیلی نست خانه با کارت هم دکار نیست چون که دندان داریم کارت نداریم. البته اوه پیاز رنگی سیب خوردشن موزنه جان. فکر میکنم که همه وقت در آشخانه انامیخه پیاز خورده میسته اینا. نست خورده خورده اشیای صاف شما با چی خیلی نست. نیکی من باور کنید گفتنیم که پیاز این چیزی نغز است چون که چیلی نه شما خوردن گرید. من تعریف کردم که همون گریپ نمیشود آدم و خورده شدن اینا. باور کنید مختصان عزیز مبینی 49 ثانیه با 49 ثانیه با پیاز های میگفتن 49 ثانیه با پیازی کلان خورده شدن. قندتان زنید موزنه جان. سلامت باشید. انا عذر ما با شما نباشد همون گفتگی شرط مکافات پولی 20 سومون گلزنم کردیم آشتان شود موزنه جان. یک قرض که بلند برای همین موزنه جان کنی دستگیری میکنیم. البته دستگیری میکنیم. این برای شما پیاز شیرین بود می؟ گندم شیرین بود. آبای چشمش ریخت است. البته من باوری دارم که همین عشقی شادی ریخته است برای اینکه موزنه جان غالب برنامه قندتزن شدن. اینک همین 20 سومونی در همین کنورت برای شما موزنه جان و همین سیرنی پالچکی از همکاری برنامه ما молочная радость برای شما. البته داداش کشته پیازی خامه گرفته مایده کرده اکسوسیه که نکنیدم نه همین سیرنی پالچکی که خوردن گرید موزنه جان. اینک برنامه دیگر با موزنه جان قلمخوری تون میخوریم. سلامت باشید موزنه جان. رحمت های کلام برای اشتراکتان. سلامت باشید. ما دوام میدیم.